چطور رفقا؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم که با هم بریم بهترین آهنگای هر سال یا همون ترندترین آهنگای هر سال رو با هم گوش بدیم از سال 1950 تا 2022. بی معطلی بزنیم سراغ ویدیو. آهنگای کلاسیک 1950 حاجی خیلی خوبه. عاشق آهنگای کلاسیک اون موقع. نمیدونم بچه‌هایی که گیمر باشن اگه مافیا بازی کرده باشین، مافیا 1 یا مافیا 2، توی ماشیناش این آهنگا رو میذاش، اصلا بی‌نظیر بود. نمیدونم بازی کردین یا نه. بدیش اینه که هر خواننده اون موقع میدین، مثلا چه میدونم اگه 20 سالش 30 سالش بود، الان میشه 74 سال پیش. یعنی قطعا میتونیم بگیم مردن. خیلی دارکه واقعا. این آهنگ الان ترنده، گوش کنی همینه دیگه. آره این الان ترند اینستاگرام و اینا، سو ویدیوها میذارن. جوال 1954 حدود 70 سال پیش، آهنگ 70 سال پیش الان ترنده. اگه هیچکی دستش گوشی نیست فیلم بگیره. الویس پرسلی. حاجی فکر کن 2 سال پشتم آهنگ الویس پرسلی، حالا میگن الویس پرسلی نیست، الویس پرسلی. آقا همین حد میدونم دیگه، ولی فکر کن 2 سال پشت هم آهنگ ترند باشه، یک دنیا بشی. الان میگم 3 سالمه. نه بعد دقت میکنین مثلا بیشتر آهنگا شادن. حالا نمیدونم بریم از سال 2000 به این ور که بیشتر یادمونه ما، ببینیم که اینا هم شادن یا بیشتر غمگینه. نمیدونم، ولی اینایی که دیدیم تا حالا بیشتر شاد بودن تو این 10 سال 1950 تا 1960. مثلا عجیبه اون موقع، نمیدونم داستان مثلا زنا چطور بود. زنا مثلا خوندنشونو که قطعاً که به این اندازه جا نیفتاده بود به اندازه 60 سال بعدش، ولی مثلا جالبه که آهنگ زنه ترنده، ولی بیشتر مردا بودن. حاجی این آهنگش بازم الان ترنده که یعنی چی الان؟ آهنگ مال 1964 بعد الان ترنده. چشماشو شبیه بروسلیه الان منو میزنه. کجا شبیه بروسلیه؟ طبق بازی داره. ببین واقعا یه آهنگی که ترنده دیگه. این شنیدم. حاجی یعنی چی؟ این شنیدین دیگه همتون. الو یعنی چی الان؟
تا الان 3-4 تا آهنگ ترند این روزا رو توی قبل 1970 در آوردیم. تازه 20 سال رو رفتیم. این که فیلمش دیگه معروف و شنیده بودیم حتما. یه پلیلیست باید از اینا درست کنیم. نمیشه که یه پلیلیست باید از سال 1950 تا 2022 درست کنیم، حالا تا 2000 که نشنیدیم زیاد بشیم گوش کنیم عشق کنیم. جدی ایده خوبیه. بازم کنیم آهنگ قبلی رازیم نکرد هاجی، چرا جای بدی شو گذاشتم؟ داشت فقط گیتار میده. خب یه جای خوبشون اینم که قطعا شنیده بودین دیگه. من چرا فکر میکردم مایکل جکسون قدیمی تر از این حرف باشه؟ 1983 یعنی مال 40 سال پیش. اینم شنیدم. فکر میکردم یه آهنگ دیگه است ولی ادامهش داره. یه آهنگ چی بود؟ فکر کنم آهنگ چی؟ هنو در مزرعه اینا نبود؟ همین چنین چیزی. حالا درست دقیق نگفتم چه میدونم. دختری در مزرعه، هنو در مزرعه، همین برنامه کودک قدیمی. وای اینو که اگه بچهای میمبازی باشید قطعا دیدید. وای خداست این آهنگ، خداست. اینجا دیگه سلیقه داره عوض میشه، رپ داره میاد. اوه من عذرخواهی میکنم. این آهنگو سلندیون نخونده بود؟ ویتنی هوستون؟ من تا حالا فکر میکردم این آهنگ سلندیون خونده. مرسی. بقول ماکارنا اینم الان ترنده دیگه. این همین ترند بود توی این مواقع. اینم بود دیگه. این سلندی. این آهنگ همون آهنگ نیست. And here someone like you. مرسی. این فرق داره مثل این که اینو با اون اشتباه گرفته بودم. بریتنی دیگه از اینجا رو شنیدیم دیگه. خب ریدم داشته. دیگه تموم شد دیگه. رپ اومد و بیانسه و جیزی. من آهنگو نشنیدم.
وای حاجی من روی این آهنگ قفلی زدم جدیدن، خیلی خوبه. حاجی این آهنگ مال 2007 انگار مال 4-5 سال پیشه. حاجی این چرا الان ترنده تو اینستا؟ همین الان شاید نه ها، منظورم اینه که تو این 1-2 سال اخیر دیگه هر آهنگ خوبی پیدا کردم اومدن گشتن رو ویدیوهاشون ویو بگیرن. منطقی. کیتی پری کراش نوجوان. وای حاجی مال 2011 این. حاجی من پیرم. این آهنگ مال 12 سال پیشه. وای چقدر میرقصیدیم با این. مال 2013 هپی. وای کاش سالا رو نمیزه. 2015. این فکر کنم پر ویو ترین آهنگ الان یوتیوبه. نمیدونم چنین چیزی خیلی ویو داره این آهنگ. نمیدونم 2 میلیارد 3 میلیارد شد بیشتر بود. خیلی عجیبه. یا 7 میلیارد یادم نیست. موزیک ویدیو البته. این که هنوزم 2021 رو این هم از 2022. به نظرم که تک تک این موزیکای ترند خیلی خفن بودن، مخصوصا آهنگ هپی که خودم هنوزم گوشش میدم. اون سالا باش میرقصیدن، یه ترندی شده بود اصلا، خیلی 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 خفن بود. و اینکه به نظر شما 1950 تا 2022 کدوم آهنگ خیلی خفن بود؟ مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. اگه از اینجا ویدیو دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره. توی ویدیو بعدی